تغییر بزرگ. چگونه در 7 روز به یک کارآفرین موفق تبدیل شوید؟ نویسنده دارن هاردی. سلام، خوش اومدین. اسم من دارن هاردیه. من ناشر مجله موفقیتم. اول از همه میخوام بهتون تبریک بگم. اگه دارید به این کتاب صوتی گوش میدید، یعنی اولین قدمتون رو به سمت یک آینده بهتر برداشتید. شما تصمیمتون رو گرفتید که یک کارآفرین بشید. بهتر از این نمیشه. وقتی از دونالد ترامپ پرسیدم اولین کلید ثروتمند شدن چیه، اون بهم گفت فقط و فقط کار در بخش خصوصی. شاید هنوزم خیلی مطمئن نباشید و از خودتون بپرسید آیا این کتاب صوتی برای منم مفیده یا نه؟ منم میتونم بیزینس خصوصی خودمو داشته باشم؟ احتمالاً از خودتون میپرسید آیا تصمیم درستی گرفتم؟ این کار برای من جواب میده؟ این کار برای خیلی‌ها جواب داده، اما من مطمئن نیستم برای منم درست باشه. شاید حتی فکر کنید من آدمش نیستم. من مهارت‌های لازمو ندارم، آشناهای زیادی ندارم، وقت ندارم و غیره. اما بدونید که این فکرها طبیعی‌اند. هر کسی که برای بار اول شروع به کار میکنه، همین فکرها توی سرش میچرخه. توی این کتاب من همه این نگرانی هاتون رو برطرف میکنم و به شما نشون میدم که میتونید یک کارآفرین فوق‌العاده موفق باشید. باید چند راز خیلی مهم در مورد موفق ترین آدمای دنیا بهتون بگم. اول از همه کارآفرینای موفق یک روزی مبتدی بودن. درست مثل شما که الان اول راه هستید و تازه میخواید شروع کنید. دوم این که همه اونا استرس رو تجربه کردن. دونالد ترامپ، سر ریچارد برانسون، آنتونی هاپکینز، تونی هاک و خیلی های دیگه که من تونستم باهاشون مصاحبه کنم گفتن که روزهای اول کار خیلی استرس داشتن. پس شما تنها نیستید. وقتی بفهمید این حسالی که دارید طبیعیه و اصلاً جزئی از روند کاره، آرامش پیدا می‌کنید. اما میخوام بهتون یک هشدار بدم. وقتی این حس بهتون دست میده، ذهنتون برای حفاظت از شما شروع میکنه به همه شرایط منفی که ممکنه پیش بیاد فکر کنه. پس بدونید که این اتفاقات میفته و شما نباید گول اینجور فکرهای منفی و بازدارنده رو بخورید. کاری که میخواید الان شروع کنید رو قبلا هزاران نفر با موفقیت انجام دادن. هیچ بهونه قبول نیست. این بهانه‌ها تاکتیک‌های حفاظتی ذهن شماست. بهشون توجه کنید. به آینده مهیج کارآفرینی خوش اومدید. 3-4 سال دیگر رو میبینم که با خودتون میگید وقتی اولین بار شروع به کار کردم و خوب یادمه چه دغدغه‌هایی داشتم، چقدر فکرهای منفی توی سرم میومد، اما خدا رو شکر که دست به کار شدم و از شکست نترسیدم. به خونه و زندگیم نگاه کن. چه زندگی خوبی دارم. چقدر خوبه که حتی میتونم بخشی از داراییمو به خیریه و آدمای نیازمند کمک کنم. خیلی خوشحالم که چند روز سختی کشیدم و تونستم این تغییر مهم رو ایجاد کنم. پس به خدا توکل کنید و دست به کار بشید. کاری که میخوام براتون انجام بدم اینه که بهتون کمک کنم توی زندگیتون تغییر ایجاد کنید. ذهنتون رو به ذهن یک کارآفرین تبدیل کنید. خب بیایید اول در مورد متغیرهایی که توی موفقیت شما در بیزینسی که انتخاب میکنید موثر هستن صحبت کنیم. قبل از همه چیز میخوام همه پارامترهای موفقیت رو مرور کنم. چی باعث میشه شخصی بتونه توی کارش موفق باشه و شخص دیگه نه؟ چه پارامترهایی مشخص کننده تفاوت این دو نفره؟ شرکتی که توش هستید میتونه یکی از این پارامترها باشه. شرکتی که بهش ملحق میشید سیاست‌های متفاوتی برای مثلا فارغ التحصیل‌های دانشگاه با افرادی که از دبیرستان ترک تحصیل کردن داره. نه؟ البته اگه شرکت برای همه یه جور باشه دیگه یک متغیر به حساب نمیاد. محصولات و خدمات چطور؟ آیا محصولات ارسالی به محله‌های پولدار با محصولات ارسالی به محلات فقیرنشین یکسانه؟ آیا خدمات VIP به همه ارائه میشه؟ اگه همه یک محصول و یک جور خدمات دریافت میکنن، پس اینم نمیتونه یک پارامتر متمایز کننده باشه. حالا اختلافات جنسیتی چی؟ توی شرکت مرد و زنا یه جور حقوق دریافت میکنن؟ اگه همه این شرایط توی شرکتتون یکسان باشه، پس همه کارمندا یکسان هستن و شرایط کاری همه دقیقاً مثل همه. همه چیز برای همه یکسانه و فقط یک پارامتر میمونه که موفقیت یا شکست شما رو در بیزینس مشخص میکنه و ممکن نیست برای 2 نفر یکسان باشه. اونم خود شماست. خود شما اون پارامتر متمایز کننده اید.
من میخوام به شما کمک کنم که روی شخصیت خودتون کار کنید تا بتونید تغییر بزرگ ایجاد کنید. بتونید کسی بشید که توی بیزینس خودش موفقه. سطحی از موفقیت که هیچ وقت خوابش هم نمیدیدید. قبل از اینکه بهتون بگم چطور میتونید تغییر ایجاد کنید، باید انگیزه تغییر رو توی وجود شما ایجاد کنم. پس قبل از اینکه بگیم چطوری، باید بگیم برای چی. بدون یک جواب خوب و محکم به این سوال، هیچ وقت سراغ قسمت چطوری تغییر رو ایجاد کنم نمیرید و در نتیجه توی کارتون موفق نخواهید بود. توی کتابم قید کردم که خواستن تنها کافی نیست. خواستن به تنهایی نمیتونه موفقیت رو تضمین کنه. مثل رژیم ها یا برنامه هایی که شاید قبلا داشتید. چیزی که نیاز دارید یک دلیل خوب برای رسیدن به هدفتونه. برای کارآفرین شدن باید یک جواب خوب برای این سوال که چرا باید این راه رو برم داشته باشید. میدونید چرا؟ با داشتن دلیل به کار میچسبید و دل سرد نمیشید. تا وقتی که برای کارتون یک دلیل خوب و قوی نداشته باشید، دونستن راه رسیدن به هدف بیفایده است. تا وقتی که انگیزه نداشته باشید و از صمیم قلب چیزی رو نخواهید، ممکنه در هر جای مسیر رسیدن به یک زندگی بهتر جا بزنید و از ادامه صرف نظر کنید. اگه خواستن شما به اندازه کافی قوی نباشه، اگه به اندازه کافی به هدفتون متعهد نباشید، مثل کسی میشید که یک رژیم غذایی رو شروع میکنه اما خیلی سریع ازش خسته میشه. پس این کار رو نکنید. بذارید یک مثال بزنم. فرض کنید من یک تخته به طول 30 فوت و عرض 10 اینچ رو روی زمین بذارم و به شما بگم اگه از روی این تخته رد شید بهتون $20 میدم. شما این کار رو انجام میدید؟ البته که انجام میدید. خب خیلی راحته. حالا اگه دو سر همون تخته رو روی سقف‌های 2 تا ساختمون 20 طبقه‌ای بذارم و باز به شما بگم اگه از روی تخته رد شید $20 بهتون میدم. اون وقت چی؟ بازم این کارو میکنید؟ به احتمال زیاد میگید نه. ممکن نیست از روش رد بشم. حالا تصور کنید که یک بچه توی ساختمون اون سمت تخت است و ساختمون هم در حال سوختنه. اگه از تخت عبور نکنید و بچه رو نجات ندید، بدون شک بچه میمیره. حالا چی کار میکنید؟ از روی تخت رد میشید؟ بله، خیلی سریع به نجات اون بچه میرید. حالا چرا دفعه اول که ازتون پرسیدم از روی تخته که روی سقف‌های 2 ساختمون عبور میکنید جواب منفی دادید و دفعه دوم تردید نکردید؟ ریسک خطرات که یکی بود. چی عوض شده؟ دلیل شما. چرای شما عوض شده. وقتی دلیلتون به اندازه کافی خوب و مستحکم باشه، تقریباً هر کاری رو ممکنه انجام بدید. باید فراتر از اهداف مالی نگاه کنید. اگرچه اینطور انگیزه ها خوبن، من خودم هم عاشق پولم، اما مادیات نمیتونن قلبتون رو به اندازه کافی برای این نبرد سخت محکم کنن. این علاقه باید از جای عمیق‌تری ناشی بشه. پس اولین کاری که میخوام انجام بدید اینه که چرای خودتون رو پیدا کنید. چرا میخواید یک کارآفرین بشید؟ چرا میخواید پول بیشتری در بیارید؟ میخواید بچه‌هاتون رو به بهترین دانشگاه‌های جهان بفرستید؟ میخواید به خیریه محل کمک کنید؟ میخواید برای پدر و مادرتون یک خونه بگیرید که از اجاره نشینی در بیان؟ میخواید برای زوجهای جوان مسکن تهیه کنید؟ میخواید برای جوانها شغل ایجاد کنید؟ خوب فکر کنید. برای چی میخواید روز شب کار کنید و بجنگید؟ دلیل شما برای عبور از اون تخته که در ارتفاع بالاست چیه؟ چرا میخواید ریسک کنید؟ به نظر من و به نظر بیشتر مدیرهای موفق دنیا، مهمترین کشفی که باید در خودتون بکنید، کشف علایق شخصیتونه. این علایق بنزین و سوخت لازم برای راه اندازی موتور کارآفرینی شماست. به هدفها و رویاهاتون رنگ میده. حالا دیگه میدونید که قدرت چرایی شما مثل موتور شماست و قدرت احساسی علایق شما مثل سوخت این موتوره. توی مرحله بعد باید از 5 مین زمینی که کارآفرینی شما رو تهدید میکنه دوری کنید. حالا میخوام بهتون بگم این 5 مین زمینی چی هستن و چطور میتونید اونا رو دور بریزید. آماده اید؟ خوبه. مین شماره 1 همون پارامترهای موفقیتی هست که فکر میکنید دارید و براتون مزیته. هر چیزی که تا حالا برای به دست آوردنش تلاش کردید بیفایده است. میدونم که شاید به مزاجتون خوش نیاد، اما حقیقت داره. من دارم بهتون کمک میکنم که از یک مین زمینی خطرناک دوری کنید. پس باید بی پرده و رک بهتون بگم، وگرنه روی یک بمب میرید که حتی نمیتونید ببینیدش. همه تحصیلات و رزومه‌ای که دارید، همه جوایزی که برنده شدید و عناوینی که کسب کردید، همشون بی ارزشن.
اونا توی موفقیت شما به عنوان یک کارآفرین هیچ نقشی ندارن. در اصل این پارامترهای موفقیت بزرگترین مانع شما برای موفقیت در این رشته است. میدونید چرا؟ برای اینکه چندین و چند سال وقت صرف کردید تا اونا رو به دست بیارید و تقویتشون کنید و بهشون متکی بودید. بیزینسی که الان میخواید شروع کنید در مورد شما یا کاری که میتونید انجام بدید نیست. شغل قبلیتون بر اساس تلاش‌های شما بنا شده بود. مدل این بیزینس جدید کاملاً برعکسه. یعنی بر اساس اینه که بتونید به ده‌ها و صدها و حتی هزاران نفر یاد بدید انجامش بدن. قبلا 100% نتیجه‌ای که به دست می آوردید نتیجه تلاش مستقیم خود شما بوده. اما الان باید کاری بکنید که سرمایه‌تون یا آدمایی که استخدام می‌کنید براتون کار انجام بدن. میدونم که این مفهوم پیچیده‌ایه. برای اینکه مدل موفقیت شما بر اساس مهارت‌ها و روش‌هایی که شما دارید. اما حالا شرایط برعکسه. مسئله اینه که یک سیستم ساده داشته باشید تا هر شخص با هر مهارت و پیش زمینه‌ای بتونه هر کاری که خود شما انجام میدید رو انجام بده. باید سیستمی پیاده کنید که هر کسی با مهارت کم بتونه از اون هر جا و در هر زمان استفاده کنه. باید سیستمی پیاده کنید که هر کسی با مهارت کم بتونه از اون هر جا و در هر زمان استفاده کنه. یاد گرفتن این روش جدید خیلی سخت نیست. کار سخت‌تر شما اینه که روش فعلی خودتون رو فراموش کنید. مدل آکادمیکی که قبلا یاد گرفتید رو فراموش کنید و سعی کنید یک مدل ساده ایجاد کنید که بتونید به کارمنداتون آموزش بدید. حالا میخوام چند تا نکته بهتون یاد بدم که کمکتون میکنه روی مین زمینی شماره 1 نرید. اولی نکته اینه که هر چیزی که تا حالا میدونستید رو فراموش کنید. دوباره یک دانش آموز بشید، طوری که بتونید خیلی راحت درس‌های جدید بگیرید. تصور کنید یکی از شعبه‌های مکدونالد رو می‌خرید. مکدونالد سیستمی داره که کارایی خودش رو ثابت کرده و میتونه خیلی خوب پول در بیاره. استفهام انکاری. حالا شما مثلا میگید میخوام توی یکی از همبرگرها تغییر ایجاد کنم. نه، این کارو نمی‌کنید. برای اینکه تولیدات مکدونالد پشتوانه تحقیقات خوبی دارن و کیفیتشون در طی چندین سال اثبات شده، پس فقط ازش پیروی کنید. نکته شماره 2 اینه که به سیستم اعتماد کنید و خودتونم بهش وصل بشید. لازمه سیستمی داشته باشید که هر کسی در هر زمانی بتونه بهش وصل بشه. اگه این اتفاق بیفته، شما به سیستم تبدیل میشید. پس چی شد؟ اگر این اتفاق بیفته، شما به سیستم تبدیل میشید. یعنی اون وقتی که دیگه لازم نیست 100% کارها را خودتون انجام بدید. خودتون نباید همه کارها را انجام بدید، بلکه باید بخواید سیستم همه کارها را انجام بده. سیستم نه فقط برای شما کار میکنه، بلکه برای هر کس دیگه‌ای هم کار میکنه. نکته سوم اینه که از ابزارها استفاده کنید. ابزار نباشید. یک شرکت بهترین ابزارهای ممکن رو برای استفاده شما ایجاد میکنه. اونا با بهترین متخصصها همکاری دارن و خیلی پول سرمایه گذاری کردن تا اجناس و طراحی و بسته‌بندی کنن و تبلیغ هم میکنن تا کالاها بهتر جلوه کنه. میتونید قضیه رو اینطوری ببینید که ابزار تبلیغاته. شرکتتون میتونه به تلویزیون یا روزنامه‌ها برای تبلیغ پول بده، اما به جای این پروسه شما سعی کنید خودتون این فرصت رو به دست بیارید. یعنی شما به عنوان یک منبع مورد اعتماد برای شرکت از ابزار تبلیغات استفاده کنید. اگه کالای شرکت رو تبلیغ کنید و طرفتون ازش خوشش بیاد، به جای اینکه شرکتتون به تلویزیون یا روزنامه پول بده، شما پول میگیرید. نه فقط یک بار، بلکه هر بار که مشتریتون جنس رو میخره پول میگیرید. این باعث تشویق شما میشه. مین زمینی شماره 2: عدم وجود ساختار و محدودیته. توی نگاه اول خیلی خوب به نظر میاد، برای اینکه آزاد به نظر میرسید و هیچ مرزی ندارید. به میزتون قل و زنجیر نشدید یا تمام روزا توی یک 4 دیواری حبس نمیشید. هیچ کسی نیست که از شما سوال بپرسه یا بخواد گزارش تحویل بدید. میتونید دیر بیاید یا زود برید. نیازی نیست برای مسافرت و تعطیلات از کسی اجازه یا مرخصی بگیرید. شما آزادید. میتونید انتخاب کنید که کی چه کاری رو انجام بدید. برای کسی که تازه میخواد کارآفرین بشه این یک فاجعه است. اینطوری عادت و انگیزه و نظم توی وجودتون ایجاد نمیشه. یه کمی فکر کنید.
زندگی بیشتر مردم ساختار مشخصی داره. وقتی شخص مدرسه میره بهش میگن چند واحد باید بگیره، چه نمره‌ای باید بگیره و چه برنامه‌ای باید داشته باشه. دیگران ازش انتظارات مشخصی دارن و عملکردشو میسنجن. نتیجه ها در کارنامه کاملا مشخص میشن، قبول یا مردود. وقتی مدرسه رو ترک کنید و یک شغل ایجاد کنید، باز هم کسی هست که به شما میگه کی بیایید سر کار، جاتون